بسم الله الرحمن الرحیم. سورة التوبه، آیه مبارکه 69 الی 72، صفحه 198. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله متعال در آیه قبلی پیرامون مردان و زنان منافقین بیان فرمود که اینا در جرم و گناه با هم یکسان هستند. مردم به منکرات دعوت میکنند و از کار نیک منع میکنند. در راه الله اینا دستایشان بسته هست، انفاق نمی کنند و الله را فراموش کردن که الله اونا را هم فراموش کرد. وعدیشان را الله بیان میکنه که جهنم هسته، اینا با کفار در دوزخ انداخته میشن و لعنت خدا شامل حالشان میشه. در این آیات مبارکه الله متعال ای را بیان میکنه که کسایی که قبل از منافقین بودن اونا هم در کفر و نفاقشان از اینا بدتر بودن. از این منافقین در قوت مال ثروتشان هم قوی تر بودن و به دنیا فرو رفته بودن. رب العالمین قسمی که اونا را هلاک ساخت، این منافقین هم هلاک می سازه و از عذابهایش الله یاد میکنه که مثل که به قوم نوح و عاد و ثمود، قوم ابراهیم علیه السلام و قوم شعیب نبی، به اینا عذاب الهی آمد، به اونا هم عذاب میاد، چون انبیاء علیهم السلام برایشان معجزات را آوردن، اینا بالای خود ظلم کردن و ایمان ناوردن. و الله متعال پاداش مردان و زنان مؤمنه را هم در این آیات مبارکه بیان میکنه. الله متعال میفرماید کالذین، مانند آنان که من قبلکم، قبل از شما بودن، یعنی شمایی که کافر و منافق هستین، کسانی که قبل از شما بود اونا هم مثل شما بودن. کانو بودن اشد منکم قوه، قویتر از شما اللحاظ و جسامت، و اکثر اموالا و اولادا، و در مال و ثروت و اولاد از شما کده بیشتر بودن. اونا را که الله عذاب کرد، شما را هم الله عذاب میکنه تا که ایمان نبیارین. و این را هم الله بیان میکنه که فاستمتعوا بخلاقهم، اینا به محیطی که چند روز داشتن نفع می بردن و به دنیا غرق بودن. فاستمتعتم بخلاقکم، شما هم از حیثی دنیوی بهره میبرید، چند روز نفع میگیرید و غرق هستید در دنیا. کما استمتع الذین من قبلکم، چنانچه که اونا نفع بردن اللذت های دنیوی و الله را و آیاتش را تکذیب کردن. من قبلکم، قبل از شما، بخلاقهم، به محیطیشان، و خودتم، و شما هم فرو میرین به دنیا. کالذی خاضوا، مانند آنانی که فرو رفتن در دنیا و دنیا را انتخاب کردن. اولئک می جماعت کسان بودن، حبطت اعمالهم، که الله ضایع کرد اعمالشان را، فی دنیا، در دنیا، والآخرت، و در آخرت. اعمال نیک رم که اینا در دنیا انجام دادن پیش الله پاداش نداره، به خاطر که اینا منافق بودن، کافر بودن و ایمان نداشتن. و اولئک، و می جماعت، هم الخاسرون، ایشان زیانکار هستند. زیانکار کسی هست که او ایمان به الله متعال نداره و وقتی که ایمان نداشت اعمال نیکش هم هباء منصورا هست و الله او را نمیپذیره. آن الله متعال ایده بیان میکنه که آیا قبل از شما نخواندین اخبار قوم نوح و عاد و ثمود را که اونا چگونه به عذاب الله متعال گرفتار شدن؟
الم یأتهم آیا نیامد به منافقین و مشرکین نبأ الذین خبر یا اخبار آنانی که من قبلهم قبل از ایشان بودن قوم نوح علیه السلام که الله متعال توسط باران شدید طوفان هلاکشان کرد و عاد و ثمود که اینا هم توسط عذاب الهی هلاک شدن و صاعقه آمد و اینا را از بین برد و قوم ابراهیم علیه السلام و اصحاب مدین که قوم شعیب علیه السلام بودن که اینا هم در ترازو کم میدادن به مردم عذاب الهی آمد الله اینا را هلاک کرد و از بین برد و همچنان والمؤتفکات واقعات قوم لوط علیه السلام که اونا هم در عذاب الهی زیر زبر شدن و الله هلاکشان کرد اتتهم آمد برشان رسلهم پیغمبرانشان بالبینات با دلایل واضح و روشن و معجزات الله ای را بیان میکنه که فما کان الله لیظلمهم نیست الله که بالایشان ظلم بکنه ولکن کانوا لیکن بودن انفسهم یظلمون اونا بالای خود ظلم میکردن رب العالمین انسان را مطابق عملش برش پاداش یا جزا میده بعد از این الله متعال که حالت منافقین و کفار را بیان کرد حالت یا پاداش مؤمنین و مؤمنات را الله بیان میکنه والمؤمنون والمؤمنات و مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضهم اولیاء بعض بعضشان دوستان یکدیگر هستند اینا یأمرون امر میکنند بالمعروف به کارهای نیک یعنی یک در یک جماعت همه مسلمان ها این کار نمیکنند تعدادشان انسانای صالح و انسانهای نیک و اولیای خدا هستند که در راه الله روان هستند الله میگه یأمرون امر میکنند بالمعروف به کارهای نیک و ینهون عن المنکر و منع میکنند مردم را از کار بد آن مسلمان بطور شده نمیتونه که ذکر کنه نماز بخونه به دیگرها غرض نداشته باشد دل مردم که هر کار انجام داد مسلمان وقتی کار نیک را انجام میده خود اصلاح میکنه اول به اصلاح خانواده خود میپردازه بعد از او به اصلاح افراد جامعه به روش رسول الله صلی الله علیه و سلم که الله در کلامش میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه دعوت کن مردم را به راه الله به اخلاق نیکو نه به زشتی به روش پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر به معروف میکنند و نهی از منکر و یقیمون الصلاة و نماز را همیشه میخوانند و یؤتون الزکات را و زکاتشان را پرداخت میکنند و یطیعون الله و رسوله اطاعت الله و رسولش را میکنند اولئک که اینمی جماعت که اینمی ویژگی ها را دارند الله میگه سیرحمهم الله زود است که الله متعال اینا را شامل رحمتش بکنم ان رحمت الله قریب من المحسنین الله میگه رحمت پروردگار به محسنا میرسد انسان که صالح میشه اخلاق و رفتارش اخلاق محمدی صلی الله علیه وسلم میشه شامل رحمت الله میشه ان الله رین الله متعال عزیز و غالب حکیم با حکمت است آن پاداش از اینا را الله بیان میکنه که وعد الله متعال وعده کرده المؤمنین و المؤمنات برای مردان مؤمن و زنان مؤمنه جنات باغهایی که تجری میرود من تحتها الانهار و از پایین او جوها نهرهایی که قبلا خواندیم و در سوره محمد صلی الله علیه وسلم الله بیان میکنه که جوی عسل و شیر هست و شرابی که او سکر نداره و آب مصفا اینا را الله بیان میکنه خالدین فیها همیشه میمانند در بهشت فیها در آنجا یعنی در جنت و مساکن طیبتا و قصرهای زیبا پاکیزه برای از اینا هستند فی جنات عدن در جنات همیشگی که انسان قرار میگیره و بزرگتر از این نعمت خدا الله بیان میکنه و رضوان من الله اکبر و خوشنودی الله که از همه چیز که در بزرگتر هسته
حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که زمانی که الله متعال بنده های صالحش را به بهشت میبره، به جنت، به درجات مختلف، بعد از این صدا میشه سر از اینا الله صدا میزنه که آیا کدام نعمت دیگی را هم بر شما عطا بکنم؟ اهل بهشت میگه که لبیک و سعدیک، ای الله همه چیز را بر ما عطا کردی. الله میگه بعد از این رضایت ما شامل حال شما میشه که هیچگاه بالای شما قهر نمیشم. و رضایت پروردگار اکبر و بزرگتر هست که نعمت عظیم هست. و بعد از اون میگه که باز هم الله صدا میزنه به بنده های بهشتی که آیا کدام نعمت دیگی را بر تو شما عطا بکنم؟ بازم بهشتی ها میگه الله همه نعمت ها را به ما عطا کردی. الله میگه دیدار ما نصیب شما میشه که باز همه اهل بهشت الله متعال را نگاه میکنن و اون لحظه زیباترین لحظه برای اهل بهشت می باشد. الله بیان میکنه ذالک این از هو الفوز العظیم، کامیابی بزرگ برای انسان های نیکو که الله ازشان راضی شود و دیدار الله شامل حال از اینا شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.